همکنون دوستان عزیز یکی از پرجایزه ترین پهلوان تاجیکستان، یکی از آن نفرانی که در آسیا از میان پهلوانان تاجیک رقم یک است، کامرانشاه اوستوپیریان با میزبان این مسابقه روی گیلم می آید. این در دور چهار یک نهایی است دوستان عزیز. و می‌بینیم که پهلوان خوشنام ما دو کرات قهرمان آسیا امروز بر مقابل حمزه دیدار چگونه هنر و مهارت خود را نشان می‌دهد. کامرانشاه اوستوپیریان با لباس‌های سفید است، حریفش باشد با جداگی کبوت. یادآور می‌شویم دوستان عزیز که کامرانشاه اوستوپیریان دو مرتبه نشان طلای قهرمانی آسیا را دارد و یک مرتبه نشان نقره را دارد، یک نشان برنجی را دارد. نه معذرت دوستان عزیز، یک نشان نقره دارد، دو نشان برنجی. و امروز برای بیشتر کردن نتیجه ها روی گلیم آمده است و میتواند که هنر و مهارت خود را امروز نشان دهد. کامرانشاه تاجیکستان، حمزه قزاقستان، مرحله چهار یک نهایی قهرمانی آسیا. خب هر دو هم خوب شروع کردند. معلوم است که در قاره آسیا پهلوانان میدانند که کامرانشاه اوستوپیریان چگونه هنر و مهارت دارد و تا کدام اندازه بر مقابل او باید هنر و مهارت خود را نشان داد. هر دو هم کوشش کرده ایستادند که پیدا کنند یک موقعیت معین را تا امتیاز به دست بیارند، ولی ببینید هر دو با احتیاط با هر دو آگاهی داد داوری روی گلیم به خاطر کمفعالی گوشتی نگرفتند و یک زل داشتن و حرکت این طرف آن طرف رفتن، این با آن آورده رسانید که مجازات شوند. ورزشگر قزاقستانی 25 ساله است دوستان عزیز و خیلی هم در مسابقه های مختلف شرکت ورزیده است. و خاطر برآمدن از روی گلیم به کامرانشاه آگاهی دویم داده می شود. این البته خیلی خطر دارد به پهلوانی ما. پهلوان قزاقستانی سال 2017 در قهرمانی جهان جوانان نشانی برنجی دارد و دو مرتبه در فصل گرند سلام ها هم نشانی برنجی را به دست آورده است. و امروز می‌بینیم که بر مقابل کامرانشاه اوستوپیریان چگونه هنر و مهارت خود را نشان می‌دهد. کامرانشاه در اینجا باید فعال‌تر شود، چون ما می‌بینیم حمزه کوشش کرده ایستاده است که خود را نسبت به پهلوانی ما فعال نشان دهد. اگر همین گونه روند یا که همین گونه رقابت پهلوانان ادامه دهد خیلی خطر دارد، چرا که رفت و به خاطر کمفعالی به هر دو آگاهی دهند، پس برای کامرانشاه خیلی خطر دارد. او کجا را نگاه میکند؟ گوشتین گرفتن در کار است، داور هست. او دیگر طرف را نگاه میکند. در اینجا ضرور است که حریف را نگاه کند و اجرای اصول کند، گوشتین گیرد. چون گفتیم پهلوان قزاقستانی خود همین سال در گرند اسلام اولانباتور مقام سوم را گرفت، در ابوظبی سال 2018 نیز مقام سوم دارد. در بازی های آسیایی در جاکارتا مقام یکم. از چی باشد که کامرانشاه چندان خود را خوب نشان نداده ایستاده است، تنها به کجای نگاه میکند. اینجا به خاطر مجبوراً
حریف را از دایره معین شده برآوردند به حمزه آگاهی داده می شود. همکنون از جهت مجازات هر دو برابر می شوند. دقیقه‌های اساسی با ایستگی سپری می شوند، ولی ما پیش‌صفی یگانه از این پهلوانان را مشاهده نکردیم. همین موقعیت برای کامرانشاه خیلی خوب است. او باید اجرای اصول کند، ولی نه، برایش میسر نشد. وگرنه خیلی موقعیت خوب رو انتخاب کرده بود کامرانشاه. از پشت حریف داشته بود، پای خود را میان پایهای حریف برده بود. تنها اینجا اجرای اصول باقی مانده بود که کامرانشاه آن را تا به آخر بردن نرسانید. نسبت به حریف 4 سال بزرگتر از کامرانشاه و تجربه اشتراکش هم در مسابقه ها از حریف چندین مراتب زیاد است. 154 مراتب در مسابقه های مختلف شرکت کرده است کامرانشاه سوپیریان. دقیقه اساسی پشت سر شد دوستان عزیز. تقدیر این رقابت در گلدن سکور حل خواهد شد. خیلی لحظه حساس. از این رو پهلوانان را میباید با احتیاط کشتی گیرند. مخصوصا کامرانشاه سوپیریان باید احتیاطکارانه بر مقابل این حریفش نیروسنجی کند، چرا که امتیاز اولی که پهلوانان میگیرند نوبسته از اونی که ایپان است یا وزری است، همون پهلوان غالب میگردد. به نظر میرسد که حمزه از قزاقستان ببینید خیلی با باوری بر مقابل پهلوان ما گوشین گرفته ایستاده است. قامتش راست است. البته در نزد مخلصان خود و دستگیری آنها برای پهلوان میزبان هم شاید یک روحیه دیگر میبخشد، ولی اینجا میدان نبرد است. پهلوان ها برای امتیاز لازمه نیروسنجی میکنند، چون کامرانشاه سوپیریان 2 مرتبه در بازی المپیک شرکت ورزیده است، یعنی تجربه خوبتر دارد. در فصل گرند اسلم ها، گرند پری ها، ماسترز ها شرکت ورزیده است. او میتواند که امروز هنر و مهارت خود را نشان دهد. چون بالاتر هم اشاره کردیم از میان پهلوانانی که از قهرمانی آسیا نشان جایزه به دست آوردند، کامرانشاه سوپیریان صدرنشین است. اینجا نباید اجازت بدهد به حریف که دستی او را لد دهد یا اصول کار در زمین را استفاده برد. همین را هم کامرانشاه خیلی خوب پای برد و خود را زود از چنگال حریفش رها کرد. در مقام دوم رسول باقیوف است که مدال نقره و 2 مدال برنجی دارد. بعدا تیمور رحیموف 1 نقره 1 برنجی، بعدا پرویز صابیروف، نعمتالله ارسانقلوف، علیشیر باقیوف، شیرالی بازاروف، رؤوف حکومتوف. همینطور نفرانی که از قهرمانی آسیا نتیجه به دست آوردند. اینجا کامرانشاه فعالتر میگردد، حریفش باشد گوشتین نمیگیرد. نزدیک 2 دقیقه از گلدن سکور سپری می شود، اما غالب معین نگشته است. برای کامرانشاه این رقیبش البته وزمینتر افتاد، یعنی مشکلتر افتاد. زیرا ببینید دقیقه 3 هم شروع می شود از وقت علاوگی، ولی غالب معین نگردیده است. 6 دقیقه می شود که هر دو این پهلوان نیروسنجی کرده ایستادند و
غالب معین نیست. اینجا داور رقابت را باز می‌دارد و اشاره می‌کند که حجم و رقابت پردازید. انا همکنون این عمل کرد یا این کاری که کرمانشاه انجام داد برایش خطر دارد. شاید اینجا آگاهی است. بله همین طور هم شد. دوستان عزیز کرمانشاه از این مرحله شکست خورد و حمزه دیدار باشد راه خود را مرحله نیمه نهایی بود. شاید در اینجا برای کرمانشاه فرصتی برای نشانی برنجی رقابت کردن باشد، چرا که ورزشکاران کم هستند. امکان دارد مبارزه را ادامه دهد، در حالی که اگر او تواند نماینده جمهوری مردمی چین شیاندونگ را از راه خود بردارد و میبینیم که بر مقابل این پهلوان چینی چگونه هنر خود را کرمانشاه سوپریان نشان میدهد. پهلوان 24 ساله چینی به هر دو به خاطر کمفعالی و نشان ندادن یک رقابت ارزنده داور آگاهی داد. پهلوان چینی هم خیلی یک پهلوان سرجایزه است. پهلوانی در قاره آسیا هم نشان طلا نقره برنجی دارد در میان کلانسالان سال 2021. و امروز بر مقابل کرمانشاه سوپریان نیروسنجی کرده ایستاده است که نتیجه های خود را دیگر کند. خب اینجا چه قرار میبرد داور؟ به خاطر برآمدن از روی گلیم به کرمانشاه آگاهی دویم داده شد، در حالی که این رقیب او را مجبور تله داده از روی گلیم بیرون برآورد. البته بله همین طور هم شد، چون داور پای برد که اینجا آگاهی نیست. حریف کرمانشاه را مجبور از روی گلیم برآورد، آگاهی را باز پس گرفت. 18 مرتبه در فصل گرند اسلم شرکت کرده است پهلوان چینی، نتیجه به دست نآورده است. تنها در آسیا در میان جوانان در میان کلانسالان نتیجه های خیلی خوب دارد. در جام آسیا مقام اول، مقام دوم، 5 مرتبه مدال برنجی و امروز در مقابل یکی از سرجایزه ترین پهلوان تاجیکستانی در مرحله تسلی بخش هنر و مهارت خود را نشان داده ایستاده است. اگر توجه کنیم به نیروسنجی کرمانشاه سوپریان، آن ملکه و آن طرز گوشینگیری که سالهای قبل داشت با آن طرز گوشین نمیگیرد، یعنی کمی شکلی یا که همون طرز گوشینگیریش دیگرگون شده است. وگرنه این گونه حریفان را او خیلی خوب مغلوب میکرد. با خوب این ایپان است در حالی که ما از کمفعالی و از خوب گوشی نگرفتن کرمانشاه میگفتیم، ولی این پرتافت خیلی عالی را اجرا کرد و امکان دارد برای نشانی برنجی مبارزه را ادامه دهد. پهلوان تاجیک خوب است که از این مسابقه دست خالی بر نگردند. مقام دوم است، سوم است، مهم جایزه باشد. Now we start bronze medal contest in weight category under 90 kilograms. In white judogi, Ostoprion Komranshah, Tajikistan. اینک فرصتی درخشندگی پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا در روز سوم هم در رسید. کرمانشاه اوستوپریان از زمره ورزشکاران تاجیکستانی که در کارنامه‌اش عنوان قهرمانی آسیا را دارد
با جودوگی سفید با اعتماد خاص به خود با صحنه رقابت میبراید. از پشت او هم فریدون اوستوپیروف برادر او که به صفت مربی او را همراهی میکند. کامرانشاه اوستوپیریان در کارنامه‌اش یادآور میشیم که 2 مرتبه چمپیون آسیا شده است، سالهای 2016 و همچنین 2017 در مسابقات قهرمانی آسیا با گرفتن نشان طلا شرفیاب شده است و در فینال رقابت نهایی کامرانشاه که برای به دست آوردن مدال برنجی می‌جنگد در برابر حریفش از مغولستان گانتولگا التمباگانا رقابت خواهد کرد. گانتولگا التمباگانا ورزشگری 27 ساله مغولستان و او هم در کارنامه‌اش در مسابقات آسیایی بارها اشتراک کرده است و همگی 1 بار تا فینال رسیده، در فینال شکست خورده است و برنده نشان نقره شده است که آن هم در بازی‌های آسیایی سال 2018 در جاکارتا در اندونزیا بود. کامرانشاه با سبب از مربع خارج شدن 1 کارت زرد میگیرد و رقابت ادامه خواهد یافت. به نظر می رسد که فریدون هم توصیه می دهد به کامرانشاه که از کدام سمت بگیرد و سمت مقبول حریفش چی است و حریفش به کدام سمت میل حمله کردن را دارد و این جست به نتیجه بود و در جست نوبتی خواهیم دید که چی اتفاق خواهد افتاد. فریدون هم میگوید که با دست چپ حریف بیشتر توجه کند و هم درگیر شود. شاید مربی هم احساس کرده از هدف گانتولگا، یعنی فریدون شاید احساس کرده باشد. ببینید به سمت چپ میل اجرا کردن اصول دارد گانتولگا. کامرانشاه هم به سمت راست و ببینید چی اتفاق می افتد. به نظر خیلی شباهت داشت. ببینید در برخورد نزدیک کامرانشاه در اینجا دستی بالا رو داشت، خیلی عالی رقابت کرد، خیلی یک زید حمله فوق العاده شد، اگرچه خودش هم حمله کرد و حریف هم جواب گرداند، ولی در برخورد نزدیک کامرانشاه دستی بالای داشت، قریب به نظر شباهت داشت. یادآور میشیم که در سال 2018 هم در بازی‌های آسیایی کامرانشاه اوستوپیریان با گانتولگا التمباگانا رقابت کرده بودند و آنجا در مرحله نیمه نهایی روی هم شدند و در 3 دقیقه 45 ثانیه گانتولگا التمباگانا با یک وزری و وزر عوضت ایپان با کامرانشاه پیروز شده بود، یعنی دستی بالا را داشت در برابر کامرانشاه پیروز شده بود. و یادآور میشم که سال 2018 هم در گرند اسلم دوسلدورف کامرانشاه اوستوپیریان با گانتولگا رقابت کرده بود، برای به دست آوردن مدال برنجی روبرو شده بودند و در آنجا هم گانتولگا با یک وزری پیروز شد. اکنون اوچیمت معمولی کامرانشاه قریب در حال تطبیق شده بود، اما تا لحظه پایانی کنترل نشد. و یادآور میشیم که در مسابقات گران پری انتالیا در سال 2017 هم کامرانشاه اوستوپیریان با گانتولگا التمباگانا مغولستانی هم رقابت کرده بود. در سال 2017 هم گانتولگا در گران پری انتالیا هم با کامرانشاه رقابت کرد و در آنجا با نتیجه 1 وزری در فینال پیروز شده بود که فعلا خواهم گفت در آنجا چگونه آن وزر اتفاق افتاده بود. در مجموع مدت 6 دقیقه مدت 7 دقیقه کامرانشاه با گانتولگا رقابت کرده بود در فینال، ولی با یک وزری بازنده شده بود. یعنی 3 مرتبه کامرانشاه با گانتولگا التمباگانا
رقابت کرده است در حرفیتش در رقابت‌های گوناگون سطح جهانی 3 مرتبه بازنده شده است در برابر این ورزشگر مغولستانی. ولی ببینیم آیا این بار توان گرفتن یکی از انتقام ها رو در برابر این حریف دارد یا یکی از ناکامی ها رو میتواند که جبران کند. اما نه، اینجا یک وزری با اوستوپیریان بسیار عالی کامرانشاه عمل کرده خوبی داشت در 30 ثانیه پایانی. اما ببینید اینجا داوران اشاره میکنند که این وزر با گنتولگه بود، اجرا کننده اصول کامرانشاه بود، در حالی که گنتولگه بر روی تتمی میافتید یک پرتو کرد و هم ترتیب وزری. اکنون کامرانشاه فقط در خط حمله باید باشد و اینجا یک چنگ زد کامرانشاهی گنتولگه به نظر میرسد که او سیب دیده باشد و رقابت ادامه مییابد. 22 ثانیه تا پایان وقت اساسی یک حمله بسیار سخت از کامرانشاه باید صورت بگیرد و به همین شیوه هم میکند، از کمربند حریف هم درگیر میشد. ببینید این فلشتک باعث گرفتن یک شیدو خواهد شد برای گنتولگه. ببینید چگونه فرار میکند از حمله ها. بله، فلشتک یا حمله دروغین. 14 ثانیه تا پایان وقت اساسی. کامرانشاه برای یک پرتاب معمولی ثانیه های پایانی ورود یا داخل شدن ببینید یک مرتبه دیگر ولی نمیتواند. متاسفانه کامرانشاه در اینجا بازنده میشد، ولی شیدوی دوم هم گمان میکنم برای گنتولگه هیچ تأثیر نخواهد داشت. اگرچه فریدون هم ادعا میکرد که یک شیدوی دیگر با گنتولگه داده شود، ولی شیدو گمان میکنم تأثیر نخواهد داشت. متاسفانه کامرانشاه اوستوپیریان مرتبه چهارم که با گنتولگه روبرو می شود، چهارمین بار هم ناکام می شود. یعنی گنتولگه به نظر می رسد که از کامرانشاه شناخت خوب دارد، نکات سست و سخت کامرانشاه را خوب می داند. چی علاج؟ ورزش است، بدون برد و باخت ها را تصور کرده نمی شود. به همین ترتیب گنتولگه التنبگانه ورزشگر 27 ساله مغولستان برنده نشان برنجی شد و گنتولگه یادآور میشم که با یکی از اسطوره های جدا هم روبرو شده است. دوستان عزیز، با سرمربی تیم فعلی ازبکستان ایلیاس ایلیادیس در سال 2017